آینه ها که است، آینه ها به دو نوع است: آینه های کروی و آینه های مستوی. این آینه که است از جنس آینه مستوی هست و خصوصیات آینه مستوی است که هرگاه جسم در پیش روی آینه قرار بگیره، تصویر در پشت سر آینه تشکیل میشه و تصویر تشکیل شده یک تصویر مجازیه، به خاطر که تصویر روی پرده گرفته نمیشه. در اینجا در پشت سر ازی در موقعیتی که تصویر دیده میشه، اگر ما کدام پرده یا ورق را بانیم روی ورق، تصویر تشکیل نمیشه، به خاطر که تصویر یک تصویر مجازی است و موجودیت واقعی نداره. و همچنان در جایی که تصویر تشکیل میشه در اونجا نور نیست. دیگه این آینه را که شما میبینین، آینه از جنس آینه کروی مقعر است که هرگاه جسم در پیش روی آینه قرار بگیره، آینه از این تصویر حقیقی تشکیل میده و خصوصیت تصویر حقیقی است که سرچپه تشکیل میشه، در پیش روی آینه تشکیل میشه و تصویر حقیقی تشکیل میشه، روی پرده هم گرفته میشه.